سلام علیکم. امروز اومدیم که ریاکت بریم به ویدیوهای ابوالفضل ایکس مستر، یعنی همین ویدیوش. آره یا نه؟ ببخشید یکم فضای دوربین رو درست کنم. بخشی یکم اینجا فضا یکم بده، نمیتونستم از این بهتر ویدیو بگیرم. امروز اومدیم ریاکت بریم. گفتم به ویدیو آره یا نه. من هر سالی که ابوالفضل و علی گفتن جواب میدم. بعد همین دیگه بریم، چون که من سالی به ذهنم نرسید به خاطر همین گفتم بیام ریاکت برم. حالا بچه فامیل رو زدی؟ آره زدم، ولی نمیخوام راجبش صحبت بکنم که بفهمن کدوم بچه رو زدم، ولی زدم. آره نه زدم. نه نگو، نمیخواد بگی درد سر درست بشه. سوال بعدی. فوتبالت خوبه؟ آره من فوتبالم خوبه. من فوتبالم جدی خوبه. من دروازه‌بان میشم خوبه. علی دروازه‌بونیش خوبه، ولی من کلا فوتبالم همه جا خوبه. یعنی من دروازه‌بونیم هم خوبه، همه چیزم خوبه، ولی بیشتر حمله بازی میکنم. منم حمله واقعا. حالا جنازه دیدی؟ نه جنازه واقعی از نزدیک ببینم نه. البته فکر کنم دیدم، ولی مطمئن نیستم جنازه بودن یا نه. فکر میکنم بیشتر زخمی بودن، ولی حالا ما میگیم نه چون که مطمئن نبودم. نه ندیدم. سوال چهارم. دایی شوهرعمت میره باشگاه؟ چی؟ دایی شوهرعمت. اصلا دایی شوهر عمم؟ وای چه سوال سمی پرسیدی. نه نمیره، همینجوری نه. با اینکه نفهمیدم آخرش هرچی آنالیز کردم تو مقاله نفهمیدم کی میشه دایی شوهر عمم. مثلا مغزم سرویس شد سانی تو. کراش؟ آره من سیدی کراش دارم، بازی کراش دارم. منظورش کدوم کراشه؟ چی میگه؟ منظورش کراش باندیکوت؟ آها من فهمیدم. من بعضی کراشم، ولی من رو کسی خداشو کراش نیستم. دختره. آها آره یا غلط کردم. آره چی شد؟ اسوس میترسیم؟ نه. ببین نمیشه اسمشو گذاشت ترس، بدم میاد. خب نمیرم سمتش، ولی شاید حالا بگین میترسه. نمیترسم خدایی، فقط بدم میاد، چندشم میشه. نه من نمیترسم، بدم. من نمیترسم، راحت لیشون هم میکنم تو بسید. سوال هفتم. دزدی کردیم؟ دزدی نه. چرا فکر میکنم، یعنی دزدی کردم که فکر میکنم. نه دزدی نکردم. آره به دختری شماره دادی؟ نه. موتور خدا بطری پرتاب نکن. نه ندادم. من غلط میکنم بدم شماره. نه ندادم. خدایی بچه بعضی میگن دروغ میگم، ولی خدایی من شماره ندادم. شماره گرفتم. شوخی کرد. سوال نهم. تا به حال توی ویدیوها سوتی دادی که پاکش نکنی؟ آره دادم. آره سوتی دادم. تو مگه اصلا ویدیو میگیری که سوتی اونی که یادمه توی میم مسترها، توی یکی از میم مسترها سوتی دادم، ولی پاکش هم نکردم. شما بگید. سوتی ادیت بود. تا حالا سوار قطار شدی؟ بعد چرا نشم؟ یک بار هواپیما. فکر کنم یک یا دو بار سوار قطار شدم. یه بار خیلی نوزاد بودم، یه بارم اومدیم تهران. خب این دو بار سوار قطار شدم. آره. سوال 11. تا حالا کچل کردی؟ نه. بله یک بار تو عمرم فکر میکنم، یک بار تو عمرم کچل کردم، اونم عموم این کارو با هم کرد. جفتمون بچه خیلی کوچیک بودیم کچل کردیم، به خاطر همین درست یادمون نیست. دارا اینقدر غذا خوردی که بالا بیاری؟ نه ولی شده غذایی بخورم که بالا بیارم، ولی از شدت غذا خوردن نه، تا الان بالا نیاوردم. ولی از بالا آوردن آها اگه میخوایم بدونیم من از چی خیلی میترسم، از بالا آوردن. یعنی با این سن و ریش و پشم هنوز از بالا آوردن میترسم. من از بالا آوردن نه که بدم میترسم. آره نه یه دو سه باری لخت شدم بچه. اونم چیز خیلی عجیبی نیست. مثلا بعضی بچه‌ها میگفتن ابوالفضل لخت شدی آبروت رفت و اینا، میگم نه آبروم نرفت. توی فیلم‌های خارجی، توی یوتیوب اصلا همچین چیز عادی، اصلا چیز خاصی نیست اصلا. اون لختی بدی که لخت واقعی باشه. مسلمونی؟ بله البته که مسلمونم و پیشنهاد میکنم شما هم مسلمون باشید. البته میدونم همه تو مسلمونی، مسلمونیت بالاترینه. سوال بعد. سوال 15. تا حالا سیگار کشیدی؟ سیگار ما خود دیگه میشناسی منو، من حالم از سیگار به هم میخوره. آره یا اول
نه بچه نه این کارو نکردم تا الان نکردم و نخواهم کرد. حالم از این کار به هم میخوره. بچه دمتون گرم که این ویدیو رو دیدین. عشق من این لایکشو بده کنین. حتما سوالاتتون رو توی کامنت دیگه بچه‌ها بای بای.